6 با در صدای آمریکا دعوت شده بودیم برای مصاحبه. بسیار مصاحبه بدی بود. این بار 13 بود که این صدای آمریکا ما رو دعوت کرده بود و من واقعا نمیدانستم باز داستان چیست و کی اونجا هست و اینها، اما خیلی مصاحبه بدی بود. میخوام خدمتتون عرض کنم که من بسیار بسیار پشیمانم که در این مصاحبه با صدای آمریکا مشارکت کردم، چون کار حرفه‌ای ایجاب میکند وقتی شما دو مهمان رو دعوت میکنید fair and balance باشید، یعنی تعادل رو حفظ بکنید و فیر باشید، یعنی اون مصاحبه‌گر بایستی رعایت انصاف رو در باب زمان بکند. یک سوال از این شخص میکند، یک سوال از اون شخص، 3 سوال از این شخص نمیکند، 1 سوال از اون شخص به هر دلیل. حالا ممکن است مثلا من که اینجا خدمت نشستم مجری یک دستگاهی هستم مصاحبه میکنم، اما وابسته مثلا عرض میکنم وابسته به استبداد باشم یا وابسته به آخوندها باشم. این نظر شخصی رو من در مصاحبه شنونده اعمال نمی کنم که البته چون صدای ما قطع هست به ایران و هموطنان داخل این مطلب رو نمیشنوند کوتاه میکنم، فقط اصارش کنم وقتی که وصل شدیم این برنامه رو میذارم اینجا و به شما نشون میدم که برنامه که فیرم بالانس نیست چگونه برنامه. و بعد کسی که مصاحبه میکند خودش وارد بحث و تشاجر نمیشود با مصاحبه شنونده اگه مطلبی رو دوست نداره، سوال میکنه و بعد آخرین پرسش در باب آخر زمانش رو باید تقسیم بندی کنه، بگوید که آقای اکس و آقای وای، خانم اکس و آقای بی، ما این 2 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه شما سخن آخر رو بگویید و 1 دقیقه شما، نه اینکه سخن یک مصاحبه شما رو قطع بکنه، باش مخالفت کنه، صداش هم قطع بکنه. عجب حساب امریکایی. صحبت این بود که ما خارج کشورنشین ها چرا نتوانستیم که احزاب سیاسی تشکیل بدیم. یه بیننده ایمیلی کرد، این شخص محترم که برنامه رو اداره میکرد از منم پرسید، گفتم آقا به جهت این که این سنت، این رسم، این فن در جامعه ما رایج نبود، ما کار سیاسی بلد نبودیم. کار سیاسی رو آدم کجا یاد میگیره؟ کار سیاسی در مدرسه یاد نمیگیره. کار سیاسی یعنی تحزب، یعنی تشکل، یعنی بحث و مناظره سیاسی، یعنی مباحث مختلف در روزنامه ها، در رادیوها، از کنم که از طریق مقالات و غیره و ذالک آدم سیاسی میشه، کار سیاسی و فرایند سیاسی رو یاد میگیره، کار تشکیلاتی و حزبی رو یاد میگیره، رقابت‌های حزبی رو معنیش رو میفهمه. وقتی هم که در مملکت چه اتفاقی افتاد، وقتی به خارج کشور رفت، به واسطه همون تجارب قبلی میتواند که بلافاصله جمع بشن و کار سیاسی بکنن. مثل فرض فرمایید فرانسویان در جنگ دوم به محض بارها گفتن خدمت این مسئله رو، به محض اینکه آلمان نازی آمد و عرض کنم فرانسه رو اشغال کرد، چون در فرانسه عرض کنم که دموکراسی بود و اینها، بلافاصله اینها در حال فرار هم گروه در واقع مخالفین اشغال رو تشکیل داده بودن، ژنرال دوگل هم رئیسشون کار میکرد. یا لهستانی ها، ما بلد نبودیم، خب هنوزم بلد نیستیم کار سیاسی. کار سیاسی نیازمند نگرش وسیع هست، افقهای دوردست رو نگریستن و منافع جامعه رو و کشور رو به منافع ترجیح دادن و تحمل کردن و کار سیاسی اهل تساهل، اهل صبر، اهل احتمال و همه این هاست. خب ما این کار رو نکرده بودیم به جهت اینکه تحزب در مملکت ما قدغن بود، ما مدت‌های مدید بودیم کار سیاسی نمی‌کردیم. حالا اگر از خیشان این محترم نمیدونم وزیر بوده و اینها خب بماند، اما این قضیه تأمین پیدا نمی‌کند به کل جامعه ایرانی. مثل اینه که در کره شمالی امروز اتفاقی میفته ایرانی بگوریزن، بیچاره کره شمالی ها بلد نیستن به جهتی که سابقه شون ندارن
لیدر ندارن در جامعه به واسطه استبداد. آدم‌های محترمی که در طول زمان ساخته شده باشن، کاریزما داشته باشن و مردم اینا رو پیروی بکنن به وجود نمیاد. این بوده از داستان ما. خانم فرمودن که نخیر این عقیده شما خیلی با شما خواست. من خیلی تعجب کردم که خانم وارد مجادله عقیدتی شد با منی که مصاحبه. من می‌دونستم هرگز پا نمی‌ذاشتم اونجا. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم این مدتی که ما دعوت شدیم به سلام آمریکا رفتیم، دوست بسیار قدیم و نازنین، مرد بسیار ملایم و معتدل، آقای باهارلو اونجا مدت ها بود که اساسا این کار رو اون شروع کرد. مصاحبه در رادیو نمیدونم کرد، همین گستاو آمریکا رو اون مرد زحمت کشید. بعد نمیدونم با باهارلو چه گذشت ما رو دعوت میکرد. تنها میهمان برنامه بودم، اونجا میتوانستیم صحبتمون رو بکنیم. اساسا من اهل این تحلیل قضایای روز و اینا نیستم، چون همه جا هست. هزارها روزنامه تحلیل روز میکنن، هزارها تلویزیون و رادیو اینها. خب این متاعی است که بر هر سر بازاری هست. اصلا من وارد این حیطه سعی میکنم نشوم. این است که این مثل یک چایی بود برای بنده امروز، این مصاحبه با وایس آف امریکا و بعد مخالفت گوینده و خط صدای بنده. عجیب بود واقعا. من خیلی تعجب کردم این وایس آف امریکا این داستانش چیه. خب این است که دوست محترمی که من زنگ زدن، دو تن از دوستان که من زنگ زدن، چون انسان‌های خیلی شایسته و خوبی هستن، من قبول کردم. اما بسیار بسیار پشیمانم از این مصاحبه بعدی. بدترین مصاحبه بوده که من کردم و بدترین جای بوده که من بودم. دیگه هم هرگز این کار رو نخواهم.